دخترها مخلصان عزیز چخیلی که ما وعده دادم. پیامی ویدیویی موزونه نغزی زن مهاجری تاجیک در شبکه‌های اجتماعی. این زن با ابونچیانش که بیشتر زنان مهاجر هستند در موضوعهای گوناگون از جمله حقوق و پیدا کردن کار در روسیه مشورت می‌دهد. بسیار زنها را میدونم که عذاب کشیده هستند و برای همین خیلی زنها میخوام همین خیلی کورس‌ها را روی کنم. کورسی پورا کردن، از کورسی دوختن، از کورسی لیکال تیار کردن، بازا تیار کردن که همین زنهای تاجیکی ما در همین روسیه عذاب نکشند. پولی که در روسیه میدن برای دوزنده ها از تاجیکستان فرقیت کلان دارند. автор коллекции дизайнер Mavzunai Nagzi. موزونه طراح است و به فرق از زنهای دیگری تاجیک در مهاجرت هنر دارد. میگوید در تاجیکستان موفق بود و حالا همین هنرش او را در روسیه نان میدهد. به حیث کار کردن، پول کار کردن، فرزند داره به پا خزاندن، همچون هر یک مهاجری زن تاجیکی که به روسیه میآید و به دیگر دولت‌ها را میره، ما هم همچنان آمدیم که کار کنیم و خیلی که بسیاری میدونن که ما در تاجیکستان цеха را محکم کردم، مغازین چیزی داشتم ما در تاجیکستان محکم کردم آمدم همینجا به حیث کار کردن آمدیم. اول آمدیم خیلی عذاب کشیدیم، زحمت کشیدیم، به حد عذاب بسیار کشیدیم و روی همین من همین زنها را میخوام دستگیری کنم. این زنی مهاجر تصمیم دارد زنانی در حقیقت نیازمند و خواهشمند را به آموزش دوره دوزندگی دعوت کند. آموزش بیرون از ساعت کاری زنان مهاجر و در وقتی برای آنها موافق برگزار می شود. موزونه میگوید که پول آموزش از حساب ابونچیان دیگرش است که آنها نیز مهاجرند ولی به فرق از دیگر زنان کار و زندگی خوب داشته‌اند. آرزو دارم که با پا بخیزند، یک هنر یاد بگیرند. از سببی که بسیاری زنهای تاجیکی ما وش ابرازوانی ندارند و مکتب میانه را همچنان خواندگی نیستند، تا صنف 5-6 خواندگی‌اند و ما میدونم که به حد قینده به وش ابرازوانی در روسیه بیاد قینده برام میخوام که یک هنر یاد گیرن که سرخم یک کسی دیگه نشوند. زندگی موزونه از زنان دیگری تاجیکی در مهاجرت هستند فرق زیاد دارد. موزونه میگوید که بیشتری زنان مهاجر زبان را نمیدانند و به مشکلات زیاد گرفتار میشوند. شماره زیادی مهاجران تاجیک در شهرهای گوناگون روسیه قرار دارد. در میان آنها زنان مهاجر نیز زیاد هستند.